این دل کی داده؟ این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده؟ جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دل رو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان